سلام دوستان، بینندگان و هموطنان عزیز. امیدوار هستم که همگی صحت و سلامت و خانه آباد باشید. میخواستم یک نواری داشته باشم و اونم بگذار با لباس های کاری در جای کار باشه، تا اینکه قالبی بت پرستی یا اینکه شخص پرستی را بشکنیم. بگذار مردم تاجیکستان این گونه نوارها را تماشا بکنن و از این به بعد بدونن که در سیاست دست زدن مال یک گروه مردم خاص نیست، بلکه هر یک شهروند باید از حقوقهای سیاسی خودش دفاع بکنه و دنبالگیری بکنه. الان ما هم سر کار هستیم. خب و این لباس های کاری هیچ یگان مانعیت برای در سیاست مداخله کردن من ندارند. میخواستم در موضوع حکومت جنایتکار و مردمی سزاوار صحبت داشته باشم. به همه معلوم است که دوام 27 سال حکومت رحمانو چگونه ظلم و تجاوز بالای ملت ما و شما کرد و کرده ایستاده است. خب دیروز همراه یک برادر صحبت داشتیم تلفنی و برای او برادر سوال کردم. یک کمی صحبت ها طرف سیاست رفت و سوال کردم که در نظر خودت خوب شد که امیر رحمانوف ما برای 7 سال آینده بگیم که خودش رئیس جمهور قرار داد غیر قانونی، و آیا همین چیز فایده داره یا که ضرر؟ و برادرم گفت که ضرر، گفت یک چیزی هست که 10 برابر ستاتوسش از مصیبت پستره، یا اینکه 100 برابر. من میگم که باز دوباره غیر قانونی رئیس جمهور شدن رحمانو مصیبت است، ضرر ولی یک طرف. خب من گفتم بله همچنین هست، اما طرفای خوبیش هم هست. گفت به خدا قسم هیچ طرف خوبی ندارم. من گفتم که برادر عزیز، من به فکر تو راضی هستم که مصیبت است که بازم رحمانو در سر قدرت است، اما باز این یک شانس دیگر برای انقلاب برپا شدن است. گفت چه خیلی شانس. من گفتم که آخه الکه مردم ایرا بد میبینن و کاسه های صبر مردم لبریز است و دوباره به سر قدرت غیر قانونی آمدن رحمانو برای مردم یک شانسی میبخشه که مردم چشماشون باز بکنن و بدونن که به هیچ وجه بغیر از انقلاب کردن مردم شانسی دیگر ندارن که خودشون آزاد بکنن. خب این یکم مسئلهش. مسئله دیگرش مردم در امید بدن، در انتظار اون بدن که این همی آخران سراک رحمانو بود و از سر قدرت می روه رحمانو، ولی با وجود همی رحمانو نرفت. یعنی او امیدی که مردم داشتن بازم جامعه عمل نپوشید و فکر میکنم و امیدوار هستم که الکه مردم از این به بعد دنبال
چپه کردن این اویله خواهند بود. اگر به شرطی که رحمان مثلا یک نفری خودش در سر قدرت میمونده، خودش عقیب کنترل میکرد، شاید که با یک چند سال دیگر مردم بگیم که آرام میساخت. اما از یک طرف افسوس، از طرف دیگر خوشبختانه این به عقلی را کرده دوباره خچه در سر قدرت موند. اما ما و شما باید که از این به بعد اکتیو نی باشیم. مردم تاجیکستان از این به بعد کوشش بکنیم که در پی چپه کردن این رژیم باشیم. طوری که ذکر کردیم که با به سر قدرت آمدن رحمانov یا اینکه باز دوباره ماندن رحمانov در سر قدرت غیر قانونی، این یک مصیبت است برای مردم تاجیک. ببینید برادرای عزیز، هموطنای عزیز، که اگر قرضهایی که ما مردم تاجیکستان یعنی دولتی ما از دولت چین داره یا قرضهایی نیستن که به نظر گرفته نشوند. و علیکم السلام برادر ابو عمر، بخشش کمتر دیرتر سلام تا جواب دادم. خب اینها قرضهایی نیستن که ما و شما به نظر نگیریم. خیلی قرض گران است و همین سبب می شود که شاید روزی میانم خیلی یک شته در کونمون میزنن مردم چین، در جای همون قرض میکشن وطنی ما و شما را میگیرن. مثل که مردم اویغور را کردن، ترکستانی شرقی. خب ببینین که مردم اویغور را میان در خانه هاشون میدروین، شوهر را میبرن در زندان های خودی همون سرزمینشون زندان میکنن و یک نفر از همون خیتایی ها در خانه او مسلمان، در خانه او برادر ما و شما زندگی میکنه. هم از همسری او استفاده میبره، هم از دختری او. به خدا قسم این مردم، اینمی حالت در مردم اویغور هست. یک چینایی میاد وقتی میبرن محکم میکنن، مثال یک برادر اویغوری ما و شما را یک خیتایی میاد در خانه او زندگی میکنه، هم مجبوری با دختری او هم خوابگی میکنه، هم با همسرش. خدا نکنه که این روزا رو مردم ما و شما ببینن. و این طوری که رحمان و حکومت داره و داشت آورده به همون روزا میرسونه ما و شما را. لوبای تتونهازی در دستون تلفن دارین، بدروین در همین گوگل ببینید که قرض دولتی تاجیکستان چند قای، قرض دولتی افغانستان چند قای. افغانستان یک دولتی است که زیاده از 50 سال میشه که جنگ به پوزه دوام داره. دائما جنگ است در افغانستان. با وجود همین ببروین نگاه بکنین قرض دولتی افغانستان چند قای، قرض دولتی تاجیکستان چند قای. ببینین که چقدر تاجیکستان از خیتای قرضدار است. من نمیخوام حوزی همه او را دیتیل نبگم. برای چی؟ برای که من نمیخوام از این به بعد مردم ما یک مردم تیار اخر باشن. بگذار مهنت بکنن مردم، بگذار پیگیری بکنن. مردم حرکت کننده باید باشن. یعنی حکومت رحمانov آورد تاجیکستان به همون حالت رسوند که قرض دولتی تاجیکستان از قرض دولتی افغانستان جنگ زده که تگی 60 سال است که جنگ است بالاتر است. اگر که رحمانov آورد تاجیکستان به همین حالت رسوند، پس یگان عجیبی نیست که من وقتی میگم که رحمانov روز میاره تاجیکستان به همون حالت میرسونه که مثل اونمو سرزمینی بگیم اویغورا تاجیکستان از دست میروه. آیا همین کار نکرد رحمانov؟ الکی ببینید که 150
50,000 گکتار زمین تاجیکستان 1.5 کیلومتر کвадрат 150,000 گکتار میشه. 150,000 گکتار زمین تاجیکستان در بدل 6 میلیارد دلار فروخت به خیتای و این هم سببش همی شد که 6 میلیارد دلار تاجیکستان از خیتای قرضدار شد. در برابر همو قرض اونمو زمین داد 150,000 گکتار زمین. اگر حساب بکنی هر یک گکتاری همو 400 دلار میغلطه. اینا شما ببینید که چقدر ارزان سرزمین ما و شما را این حرامزاده ها به خیتای فروختن. و یگان جای عجیب نیست بگیم که روز میشه که میکشن کاملا زمین تاجیکستان میگیرن و ما و شما خدا نکنه که اونم حالتهای مردمی اویغور را ببینیم که در زندانهای وطن خودمان زندان بشیم و خیتایی ها بیان هم از زن هم از دخترهای ما و شما استفاده ببرن. با خدا قسم این مردم بدروین هزارها ویدیوها است در یوتیوب پروست بگین حتی ننویسین اونا میکروفونش همه جقی گپ میزنی کاک живут уйгури. این همه گپ کفایه ای که تمام قصه اونها را شما پیدا بکنین از یوتیوب. زندانی میشود در وطن خودش، برادر ما و شما اویغور زندانی میشود در وطن خودش. یک حرامزاده خیتایی یک بت پرست میاد در خانه او زندگی میکنه، هم زنی او قطعی هم خوابگی میشه مجبورن، هم دخترش قطعی. با خدا قسم اگر شما به خود نمیایین روز میشه که به همین چیزا گرفتار میشین. این همین دنیای سوریمنی عصر سوریمنی ده این همین چیزا شیده است. یگان دولتی روی دنیا زورش نمیرسه یک گپ بزنه و هیچ کس یگان دولتی روی دنیا را طرفداری مسلمانان نیست در این عصر زمانی ما و شما. به این خاطر باید که ما و شما به خود بیاییم، باید که ما و شما فرق نمیکنه در استرویکا هستیم در سری کار هستیم. این همی نموده که این حال ما مثلا با لباس های کاری نوار سر دادم. این همی خیلی در فکر سیاست، در فکر وطن، در فکر آزادی باشین. حکومت جنایتکار گفتیم و مردمی سزاوار. حکومت جنایتکار، جنایت های حکومت هر یک کدام ما و شما میدونیم. حکومت دزد، حکومت ظالم، حکومتی که رای مردم برای او یگان اینترسی نداره. سرقانون جمهوری تاجیکستان سال 2016 عوض کرد. قبل از او 2 بار یا 3 بار دیگر هم عوض کردگی بود که این کار غیر قانونی است. با مطابق همون کنستیتوسیایی که با وجود عوض کردگیشان در تاجیکستان هست، با مطابق همون کنستیتوسیای نمی کاری که همیو کردگیان جنایت است. در همون کنستیتوسیا میگه که هر نفری که با استفاده از منصب دولتداری را به منفعت خود میکنه و مال شخصی میحسابه و به جوابگری کشیده میشه. اگر خطا نکنم 20 سال زندان و مصادره تمام اموال. یعنی به مطابق همون کنستیتوسیایی که تجاوزش کردگی است رحمانوف، بازم رحمانوف جنایتکار است. این جنایتی رحمانوف است. خب وطن ما و شما را قصه کردیم که فروختن 150,000 گکتار زمین. از کدام یکی شما اجازه پرسید حکومت؟ هر یک گکتاری او 400 دلار میغلطید. اگر به خدا قسم در اون تاجیکستان اعلان میکرد مردم خودش میخریدن اون را، اون پول جمع میشید قرض برگردونده میشید. نیکی از کدام شما اجازه پرسید؟
وقتی که اجازه نپرسید، وقتی که خود سرانه کار کرد، پس جنایتکار است. مال ما و شما را، زمین ما و شما را گرفت فروخت، جنایتکار است. خب تمام این دزدی و غارتگری که اولاد او انجام میتین بالای مردم صاحب کار و تجارت کار، اینا هم جنایت هستند و در این جنایت خود رحمانوف شریک است. بازم میتوان گفت که حکومت جنایتکار. خب هزارها، صدها هزار مردم ما در زندانها، چی در داخل و چی در خارج، به تهمت‌های اینمی حکومت زندانی هستند به سالهای طولانی. بیگناه است، زندانی است. اما بازم میشه بگویی که حکومت جنایتکار. یعنی جنایت اینمی حکومت است که مردم زندانی میشوند، بیگناه میرن در زندان میشینند. بیگناه حیات یک جوان 10 سال، 20 سال، 30 سال، یا که اقلا 1 سال هم، 6 ماه هم، 3 روز هم زندانی شدن برای انسان مصیبت است. 3 روز اینم یک حجره بیرون نمیبروی، محکمی از یک حولین بیرون نمیبروی و هیچ کس هم حقی نداره یک نفر به یگان گناه به خیلی جزا بکشه و هر کسی که بیگناه نفر به خیلی جزا میکشه او جنایتکار است.